اینجا که مشهورترین مرکز علمی در راه ابریشم بود، تا 60 نفر دانشمند دفن شدند. یعنی از بابای کلونی مونده است که اونهایی که در همون اصل 13 در اینجا تعلیم می‌گرفتن تعلیم می‌دادن. شخصیتشون انیق نشده است. اینجا با ترتیب از اصلی به ترتیبانه بود، با ترتیب انداخته گیم. در این 12 قبر 54 آدم خوب است، آدمان خیلی بزرگند. از بس که یک سر و دست و پا مونده است دیگر چی نیست، ولی اندک همینطور نمیشه. آنها را بر روایت مغول‌ها در عصر 13 هنگام استیلای این سرزمین کشتند. بناهای اطراف مدرسه را خراب کردند و بعد از تاراج قسمت‌های مستحکمش ماند و خلاص. مردم هم به قول بدنهای پاره شده آنها را در داخل یکی از تالارهای این مدرسه به خاک سپاریدند. شاید همان زمان به خاطر این دانشمندان اینجا را مردم مزار شریف و زیارتگاه خود ساختند. با نام خواجه مشهد حالا هفته تا 100 نفر آن را می‌بیند. کتیبه است، 20 آوا است با خط نصاریق. اینجا هم خیلی چی بود در صفا هنگام کفتگاه ارخیولوژی اینو برده شدند. در اون وقت مسکو خوجاین بود، اینجا اومدن تماشا کردن، صورت گرفتن من بود. این یادگاری تاریخی در حدود قبادیان امروزه در نزدیکی دهه سیاد جایگیر است. با قول تاریخ‌نگاران در این مدرسه ناصر خسروی قبادیانی شاعر و فیلسوف بزرگ در عصر 11 تحصیل کرده است. ناصر خسرو در اینجا تحصیل می‌کرد. پس از ختم این دانشگاه صاحب دیوان اندازی دولت سلجوقیان گردید و در مدت 2 سال این وظیفه را اجرا کرد. هنگام اندازه‌گذاری دید که دهقانان بیچاره مردمی کمبغل از سپردن انداز نمی‌برند، با جبر و ظلم پادشاه و نمایندگان گرفتار می‌شود. بنابراین از این وظیفه دست کشید و راه حج را پیش گرفت. طرح ساختمان هنوز هم موجب حیرت و منبع آموزش دانشمندان معاصر است. مهارت معماری خواجه مشهد هنوز هم حیرت انگیز و اسرارآمیز باقی مانده است. هنگام چین کردن باستانشناسان روس گویا که این غش‌ها چیکار چینده شدند، انیق شد که یگان غش از غش دیگر یگان میلیمتر فرق نمی‌کند. البته که اگر غش از غش دیگر یگان میلیمتر فرق کند، هنگام زمین جنبی، هنگام فشار هوا باید این بنا برق فرو می‌رفت. از اینجا میدان آزادافتی جسم انیق کرده شد. زمان بنیاد مدرسه خواجه مشهد را دانشمندان عصرهای 4 و 5 گفتند و در عصر 9 مشهورترین مرکز علم دانسته می‌شد. که این بنا راهی ابریشم می‌گذارد، بنابراین تاجرانی که از خیتای تا پرتغال دوام می‌کردند در اینجا آمده، در این موقع با حیات و فعالیت مردم دانشمند شناس شده، دادوگیری کرده، دم گرفته، شناس گردیده، بعد راه تجارت خود را دوام می‌دادند. در سالهای بحرانی 90 عصر گذشته بنای مدرسه در حالت بد قرار داشت. سال 2001 به استقبال جشنواره ناصر خسرو از نو احیا گردید. دولت امریکا برای تعمیر و ترمیم آن $100,000 جدا کرد و این یادگاری از نیست شوی حفظ شد. غیر از جایگاه سیاحت و زیارت، این آستان است که مردم برای خواسته های خود اینجا صدقات خود را پیشنهاد میکنند، اجرای آرمان های خود را میخواهند. مردم ایمان دارند که مزار خواجه مشهد به آنها کمک میکند و آنها و نزدیکانشان را از بلاهای موجود حفظ می نماید.